یکمی دور هشتمین رقابت را برگزار خواهند کرد. طور اجدادان ما میگفتند سالی که نکست از بهارش معلوم شدند و البته متخصص معروف ازبک کوشش خواهد کرد تا دسته خودشان را به قله‌های مقصود برساند. هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش اکنون در تصویرهای ما شما زمین. خوب صداشتگی داور بالا می شود دوستان ارجمند. بازی دسته های خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش اکنون رسما آغاز می‌گردد. خورشید تیمور جورایف، کامران میرزا نژاد، بختیار چوریف، ارسال به کنار اجرا کرده می شود. کامران ابراهیموف، ارسال کامران ابراهیموف و داخل جریمه گل، ضربه و گل! جنگ تندی دوستان ارجمند با زدن گل دست می‌یابد و گل بسیار هم مهم برای فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. میتوانیم بار متوجه بگردیم به همین فرصت چگونه رقیب را فریب و چگونه ضربه زد از فاصله نزدیک و چگونه توپ به دروازه وارد می شود. بار دیگر میتوانیم به همین وضعیت متوجه شویم. اینجا البته پرویز باخیف را فریب داد. شاید اگر در میدان تونی بیکتل میشد این سال است تونی بیکتل را فریب دادن میتوانست با همین سال جان گتن یا نه. جرارد خورشید تیمور جورایف خیلی خوب این حمله جریان دارد. پاس به طرف جان گتن، حرکت جان گتن، ارسالی با خورشید تیمور جورایف، پرتاب امکانیت، ضربه و گل! حساب رقابت دوستان ارجمند 0-2 وارد کرد اونجا خورشید تیمور جورایف. بینید که ضربه نزد، اون مشاهده کرد هندسه خود را از کنار پاس داد به طرفی و سربال جان گتن و بعداً خورشید تیمور جورایف و اسدبک جورایف زاده توپ را وارد دروازه میگرداند و حساب رقابت را 0-2 میگرداند. مرکزی ورزش ارتش بود. همین طور دوستان ارجمند اولین غلبه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در موسم جوری فوتبال و اینم بعد دوره هشتم راست میاد. شمس‌الدین قاسم متخصص جوان توانست اولین غلبه را در مسند سرمربیگی دسته کمیویا با دست دارد. تماشا کردیم و اون را به شما پیشنهاد کردیم. تو بازی نوبت خیر خوش می‌کنیم. خیر تنسیت و خانه آباد باشد. Aşkım,